وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله و علی آله و صحبه و من والاه، اما بعد. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. بینندگان عزیز و گرامی، در خدمت شما هستیم از یکی دیگر از قسمت‌های برنامه رهنمود سنت. بینندگان گرامی، در این برنامه همچنان که اگر به یاد داشته باشید در برنامه گذشته پیرامون موضوع حاضر و ناظر بودن بر اعمال بندگان صحبت‌هایی کردیم و این برگرفته از این است که ما می‌خواهیم یک بدعتی را رد بکنیم که عده‌ای نسبت می‌دهند که پیامبر علیه السلام نعوذ بالله حاضر هستند بر تمام آنچه که ما انجام می‌دهیم و ناظرند و می‌بینند، و بعضی دیگر ائمه و بعضی دیگر اولیای خدا، و به همین ترتیب هر کس یک کسی را برای خود پیدا کرده و به اون نسبت میده که حاضر و ناظر بر اعمال من است. ما می‌خواهیم که این موضوع را رد بکنیم، اما قبل از آن می‌خواهیم عقیده پاک اسلامی را برای شما بفهمانیم تا اینکه آیاتی که در این مورد هست بیان بکنیم تا ان شاء الله بعداً برویم به اصل موضوع. ما در برنامه گذشته بعضی از آیاتی را که نشانگر این است که پروردگار متعال سبحانه و تعالی حاضر بر اعمال ماست و حاضر بر تمام چیزهاست بیان کردیم. در این برنامه هم بعضی آیاتی را بیان خواهیم کرد و حدیث را بیان خواهیم کرد و به همین ترتیب آیاتی که دلالت بر این می‌کند که پروردگار عزوجل ناظر بر اعمال ماست هم نیز بیان بکنیم در این مورد. و الله سبحانه و تعالی در سوره مبارکه مجادله آیت 6 الله سبحانه و تعالی می‌فرماید یوم یبعثهم الله جمیعا فینبئهم بما عملوا احصاء الله و نسوه والله علی کل شیء شهید. توجه کنید بینندگان عزیز، الله می‌فرماید یوم یبعثهم الله جمیعا، روزی که پروردگار همه را جمع می‌کند، همه را پروردگار متعال زنده می‌گرداند، یعنی روز قیامت. همه این مردگانی که همه انسان‌هایی که مرده اند همه را الله زنده می‌کند، همه افرادی که در سور اول دمیده می‌شود نابود می‌شوند همه را الله سبحانه و تعالی دوباره زنده می‌کند، بلا استثناء همه را الله متعال زنده می‌کند. فینبئهم بما عملوا، این نکته را توجه داشته باشید، اگرچه موضوع برنامه ما نیست ولی توجه به این نکات داشته باشید، نکات اخلاقی است بینندگان عزیز. فینبئهم بما عملوا، الله سبحانه و تعالی میگوید که آگاه میکند الله ایشان را به آنچه که انجام دادند. همه این کسانی که خداوند زنده میکند اینها را به اعمالشان آگاه میکند، میگوید که تو در فلان روز فلان کار را انجام دادی، در فلان ساعت فلان کار را انجام دادی، در فلان دقیقه در فلان جا فلان کار را انجام دادی. همه چیز را الله میبیند، الله حاضر است، الله شاهد است بر آنچه که ما انجام میدهیم. در این شک نکنید، الله متعال سبحانه و تعالی حاضر است بر آنچه که ما انجام میدهیم. احصاء الله و نسوه، الله متعال همه این اعمال را پروردگار سبحانه و تعالی شمارش کرده داره، همه را حساب داره الله متعال. و نسوه، این بندگان فراموش کردن. ما اعمالی که انجام داده این فراموش میکنیم، اما الله فراموش نمی کند. الله شاهد بوده، الله حاضر بوده بر آنچه که من و شما انجام دادیم. الله سبحانه و تعالی این اعمالی که ما انجام دادیم در روز قیامت برای ما نشان میدهد، میگوید که تو فلان کار را انجام دادی.
یا الله ما را مورد عفو و بخشش خود قرار بده. والله علی کل شیء شهید. الله سبحانه و تعالی بر تمام چیزها حاضر است. الله متعال ناظر و حاضر است بر تمام آنچه که ما انجام می دهیم. هیچ چیزی بر الله متعال پوشیده نیست. هیچ چیزی را پروردگار سبحانه و تعالی فراموش نمی کند. الله فراموشکار نیست. آنچه که انجام دهی در نامه اعمالت نوشته می شود. آنچه را که عمل بکنی بدون شک باید روزی جوابش را بدهی. هر سخنی را از دهان خود بیرون کنی باید جوابش را بدی. هر حرکتی را بکنی باید جوابش را بدی. هر چشم باز کنی باید جوابش را بدی. هر لقمه ای را بخوری باید جوابش را بدی. هر قطره آبی بنوشی باید جوابش را بدی. پس آماده باش برای این جواب. الله متعال در اخیر این آیه می فرماید والله علی کل شیء شهید. الله سبحانه و تعالی بر تمام چیزها، بر تمام آنچه که شما می بینید و بر آنچه که نمی بینید، الله سبحانه و تعالی آگاه است و شاهد است و حاضر است. و به خصوص اعمال شما توجه داشته باشید بر عملکرد خود که الله سبحانه و تعالی این اعمال شما را حاضر است، اعمال شما را مطلع است، اعمال شما را الله متعال سبحانه و تعالی آگاه است. و همچنین پروردگار عظیم الشأن در سوره مبارکه بروج آیت 9 می فرماید الذی له ملک السماوات والارض. اللهی که، خدایی که برای اوست ملک و پادشاهی آسمان ها و زمین. او شهنشاست، او شهنشاست، شاه و مالک و ملک همه آسمان ها و زمین است. اختیاردار همه آسمان ها و زمین است. اختیاردار همه مخلوقات است. آنچه را که شما میبینید بلا استثناء اختیاردار آنها کیست؟ ذات اقدس الهی سبحانه و تعالی. و همچنین الله در ادامه میفرماید والله علی کل شیء شهید. الله سبحانه و تعالی بر همه چیز حاضر است و الله سبحانه و تعالی همه چیز را میبیند و الله بر همه چیز مطلع است و هیچ چیزی از الله سبحانه و تعالی پوشیده نیست. حدیثی داریم که حدیث جبرائیل مشهور هست. افرادی که با کتب دینی سر و کار دارن، با حدیث رسول الله سر و کار دارن، حتما این حدیث را میدانند. حدیث جبرائیل مشهور هست. در این حدیث جبرائیل سوالهای از رسول الله صلی الله علیه و سلم برای تعلیم صحابه می کند. سوالهای زیادی هست. یکی از این سوالات اینه که جبرائیل پرسان میکنه از رسول الله صلی الله علیه و سلم، میگه فاخبرنی علی الاحسان. مرا از احسان، از اخلاص با خبر بکن و برای من اطلاع بدی که احسان و اخلاص چی هست. رسول الله صلی الله علیه و سلم میفرمایند بیننده گرامی به این حدیث پیامبر توجه کن. قبل از اینکه یک موضوع اعتقادی را برای من و تو در این حدیث، در این بخش حدیث یک مسئله اعتقادی را برای من و تو نشان میدهد، موضوع اخلاقی هم در آن نهفته است. موضوعی که به تزکیه نفوس ما که نیاز داریم، همچنان که غذا میخوریم، جسم ما نیاز به تغذیه دارد، نیاز به پرورش دارد. این قلب ما و این روح ما هم نیاز به غذا دارد و غذا روح ما در این صورت اتفاق می افتد و در این صورت امکان دارد که ما آن را غذا بدهیم، آن را تزکیه بکنیم، آن را پاکیزه بگردانیم که الله سبحانه و تعالی بر ما کمک بکنه و نفوس ما را الله تبارک و تعالی پاک و پاکیزه بگرداند. در این حدیث رسول الله صلی الله علیه و سلم در جواب جبرائیل که پرسان می کند فاخبرنی عن الاحسان، مرا از اخلاص با خبر بکن و برای من بگو ای رسول الله، ای محمد صلی الله علیه و سلم که اخلاص چی هست. رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند ان تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. الله سبحانه و تعالی را
به گونه عبادت بکن، الله را به گونه پرستش بکن که انک تراه، گویا الله را میبینی. فإن لم تکن تراه فإنه یراک، اگر این که تو الله را نمیبینی و الله سبحانه و تعالی در این دنیا با چشم سر دیده نمی شود، الله تبارک و تعالی در این دنیا مشاهده نمی شود، متوجه باش که فإنه یراک، او تو را می بیند. پس الله را به گونه عبادت بکن که الله سبحانه و تعالی تو را می بیند و تو در محضر الله استاد هستی. الله سبحانه و تعالی حاضر است، علم الله سبحانه و تعالی احاطه همه چیز را دارد. پس ای بیننده عزیز، اولا این حدیث برای ما واضح می کند که الله سبحانه و تعالی ناظر و حاضر است بر عمل کرده ما و بر عبادات ما و بر تمام آنچه که ما انجام می دهیم، چون پیامبر می فرمایند فإنه یراک، بدون شک او پروردگار متعال سبحانه و تعالی یراک، تو را می بیند. و نیز ای بیننده گرامی متوجه باش که چی اعمال را انجام می دهی، اعمال خوب یا اعمال بد. اگر اعمال خوب انجام می دهی ادامه بدی، اگر اعمال بد انجام می دهی خودت را باز دار، از این بیشتر انجام ندی، از این بیشتر معصیت الله را نکن، چون الله تو را می بیند، چون الله تو را مشاهده می کند، چون الله حاضر است بر آنچه انجام می دهی، چون الله ناظر است و بیننده است بر آنچه که من و تو انجام می دهیم. آیا اگر ما یعنی این موضوع برای ما ثابت شود که مراقب ما را تعقیب می کند، کسی ما را تعقیب می کند، آیا در محضر اون کسی که ما را تعقیب می کند و مراقبت می کند کاری انجام می دهیم که مخالف اون باشد؟ بدون شک که انجام نمی دهیم. پس الله من و تو را مشاهده می کند. مواظب باش، مواظب باش که باید روزی اینها را پاسخ بدهی. آیات دیگری هم بیانگر بر این موضوع هست. ما تا حالا هرچی صحبت کردیم بیشتر به موضوع حاضر بودن الله سبحانه و تعالی صحبت کردیم که خواسته الله است، که الله فقط و فقط حاضر است. موضوع دیگر، آیاتی که از این به بعد تلاوت میکنیم، بیشتر ارتباطش میگیرد به موضوع ناظر بودن، که الله سبحانه و تعالی ما را میبیند، الله سبحانه و تعالی ما را مشاهده میکند. اول به آیه مبارکه سوره حدید، آیت 4 سوره حدید میپردازیم که الله سبحانه و تعالی میفرماید هو الذی خلق السماوات والارض فی 6 ایام ثم استوى على العرش یعلم ما یلج فی الارض وما یخرج منها وما ینزل من السماء وما یعرج فیها وهو معكم اینما کنتم والله بما تعملون بصیر. سوره حدید آیت 4. الله سبحانه و تعالی میفرماید هو الذی خلق السماوات والارض، الله است که آسمان ها و زمین را آفریده و الله است که آسمان ها و زمین را به وجود آورده است. فی 6 ایام، در 6 روز. الله سبحانه و تعالی آسمان ها و زمین را در 6 روز آفریده. این موضوعی هست که ما به این نمی پردازیم که چرا به 6 روز آفریده. این موضوعی هست که به بحث ما ارتباط ندارد. ثم استوى على العرش، بعد الله بر عرش قرار گرفت. این هم موضوع اعتقادی است که متاسفانه عده‌ای به این هم بدعت تراشیدن و این استوایی که خداوند فرموده در اینجا آن را به استیلا ترجمه کردن، یعنی خداوند بر عرش غلبه یافت، ولی استوا در اینجا به معنای قرار گرفت. الله بر عرش قرار گرفت. چگونه؟ این را نمیدانیم. این معول می شود به علم پروردگار سبحانه و تعالی و الله خودش میداند و خودش میداند، کیفیتش برای ما واضح نیست. ان شاء الله در این مورد هم ان شاء الله که در یک برنامه به صورت تفصیل صحبت خواهیم کرد، اگر پروردگار سبحانه و تعالی بر ما توفیق بده، که مراد از استوا چی هست و چگونه هست. اگر چی گفتیم چگونگی اش را نمیدانیم، ولی بحث من این است که چگونه، این معنا چی هست. ان شاء الله که به این موضوع خواهیم پرداخت. ثم استوى على العرش، بعد الله میفرماید یعلم ما یلج
فی الارض، الله سبحانه و تعالی میداند آنچه که به زمین نازل می شود و ما یخرج منها و آنچه که از زمین خارج می شود، آنچه که به زمین نازل می شود و آنچه که از زمین خارج می شود. و ما ینزل من السماء، الله میداند آنچه که از آسمان فرستاده می شود. و ما یعرج فیها، و آنچه که به آسمان ها بالا می رود الله متعال میداند. و هو معکم اینما کنتم، علم پروردگار سبحانه و تعالی همراه شماست در هر جایی که باشید. علم پروردگار همراه شماست در هر جایی که شما باشید. والله بما تعملون بصیر، الله سبحانه و تعالی بر آنچه که شما انجام میدهید بینا هست. الله ناظر است بر آنچه که شما انجام میدهید. الله بصیر هست. این صفت نظارت الله سبحانه و تعالی است. الله تبارک و تعالی نظارت میکند بر آنچه که ما انجام میدهیم. آنچه که انجام میدهیم تحت نظارت پروردگار سبحانه و تعالی می باشد و از تحت نظارت الله سبحانه و تعالی خارج نیست. آنچه که مورد استناد ما هست این است که الله سبحانه و تعالی اولا میفرماید و هو معکم اینما کنتم، علم پروردگار سبحانه و تعالی شما را فراگیر است در هر جایی که باشید. الله میداند، از حال شما آگاه است. والله بما تعملون بصیر، الله سبحانه و تعالی بر آنچه که شما انجام میدهید بینا هست. سوره مبارکه حدید آیت 4. خب یک میان برنامه میبینیم و انشاءالله بعد از میان برنامه ادامه میدهیم بحث را. النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم. النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم أمهاتهم. النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم. النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم. پیامبر نسبت به مؤمنان از خودشان سزاوارتر است و همسرانش مادران مؤمنانند. بسم الله الرحمن الرحیم. بینندگان عزیز، باز هم در خدمت شما هستم از ادامه برنامه راهنمود سنت. آیه را از سوره مبارکه حدید به خدمت شما بینندگان عزیز و گرامی تلاوت کردم و با آن اشاراتی کردم به این موضوع که الله سبحانه و تعالی است که ناظر بر عمل کرده من و شماست. الله فقط و فقط الله است که حاضر و ناظر است بر اعمال من و شما. و همچنین در سوره مبارکه نساء الله سبحانه و تعالی در آیت اول سوره مبارکه نساء در اخیرش می‌فرماید ان الله کان علیکم رقیبا. الله سبحانه و تعالی ان الله کان علیکم، الله سبحانه و تعالی بر شما می باشد، بر شما رقیبا، مراقب می باشد بر شما، بر کردار شما، بر رفتار شما، بر اعمال شما، بر گفتار شما، بر تمام آنچه که شما انجام می دهید. الله سبحانه و تعالی بر آن رقیب می باشد. الله سبحانه و تعالی مراقب می باشد و می داند. و همچنین در سوره مبارکه غافر الله سبحانه و تعالی در آیت 19 سوره مبارکه غافر می فرماید یعلم خائنة الاعین و ما تخفی الصدور. این آیه مبارکه چند چیز را به ما اشاره می کند.
اولا جنبه عقیدتی این آیه را به خدمت شما بیان کنم. این است که الله سبحانه و تعالی عالم الغیب است. الله عالم هست، میداند. و دیگر این که پروردگار متعال آگاه است و حاضر و ناظر است بر آنچه که ما انجام میدهیم. این یک آنچه که مورد توجه ماست در این برنامه و ارتباط میگیرد برنامه ما با آن، که الله سبحانه و تعالی حاضر و ناظر بر عمل کرد ماست، ثابت میکند این آیه. و دیگر این که پروردگار عظیم الشأن در این آیه مبارکه میفرماید یعلم خائنة الاعین. الله سبحانه و تعالی خیانت های این چشمه ها را میداند که این چشمه ها چه خیانت میکند. بیننده عزیز که چشم چرانی میکنی، چی خواهر و چی برادر، با چشم شهوت به طرف دیگران، با طرف مثلا یک مرد به طرف یک خانم، یک خانم به طرف یک مرد نگاه میکند، بدان و آگاه باش که الله این خیانت چشمه ها را میداند. این زیرچشمی هایی که نگاه میکنی، این خیانت هایی که توسط این چشمه هایت انجام میدهی، الله میداند. هم میداند و هم روزی از تو حساب خواهد گرفت. از تو حساب میگیرد. غافل نشو از این. چون الله میداند این را در حساب تو الله سبحانه و تعالی ثبت میکند. این حساب تو خودت برای خودت حساب باز کردی، خودت برای خود حساب باز کردی، هر چی که گناه کنی در حساب تو اضافه می شود، هر چی ثواب انجام بدهی در حساب تو اضافه می شود. این به خودت مربوط میشه که در این حساب خود از پول تریاک، از پول مواد مخدر چیزی را میگیری اضافه میکنی، یا از پول زعفران که پاک و پاکیزه است. این چشمه ها خیانتی دارد. خیانت این چشمه ها چی هست؟ این است که انسان این چشمه ها را به غیر جایش استفاده کند. این چشمه ها را الله نداده که تو به این مشاهده فیلم های مبتذل بکنی، مشاهده عکس های مبتذل بکنی، مشاهده خواندن داستان های مبتذل بکنی. الله متعال این چشمه را برای تو نداده که به طرف نامحرمی نگاه بکنی. این چشمه ها را برای تو نداده که خواهر مسلمانت از دست تو اذیت باشه. این چشمه ها را نداده که نفس تو از آن ناآرام باشه. پس از آن درست استفاده کن تا درست امانت را به جایش بگذاری، و الا این که اگر این امانت را به غیر جایش استفاده کردی خائن شدی، خیانتکار شدی. و این چشمه ها خیانت میکنه بر چی؟ بر آن که این امانت الهی را در غیر جایش استفاده بکنی. این نکته اخلاقیش. نکته عقیدتی را گفتیم که الله متعال به آن چیزی که ما خواسته باشیم آگاه است، حتی به آن چیزی که ما زیر چشمی نگاه بکنیم. بعد تمام آنچه که شما فکرش را بکنید الله میدانه و آگاه و حاضر و ناظره. حتی اگر زیر چشمی هم نگاه بکنید. خیانت چشم اینه که زیر چشمی آدم نگاه بکنه، یه خیانتی به این چشم انجام بده، یا با چشم خود کسی را به هر حال اذیت بکنه. امکان داره با چشم اذیت میشه. چشمک زدن به طرف این، مسخره کردن به توسط چشم امکان داره. اینها خیانت چشم هاست. الله میداند این خیانت چشم ها را. ان الله یعلم خائنة الاعین و ما تخفی الصدور. این که انسان هم میتواند که ببیند یک نفر با چشم خود خیانت میکنه. امکانش هست در مواردی. مثلا میبینی که طرف یک نامحرم نگاه میکنه، ولی از قلب انسان یک شخص دیگر خبر ندارد. الله از قلب انسان هم خبر دارد. و ما تخفی الصدور، آنچه که در این قلب مخفی نگه داشته شده و پنهان داشته شده، الله از این مخفی شده در قلب هم خبر داره، از آنچه که در این قلب پنهان شده هم خبر داره، از این خیانت چشمه ها هم خبر داره. الله سبحانه و تعالی چقدر بزرگه، چقدر بزرگوار هست. این صفات الهی است. انسان این صفات الهی را میخواند و میشنود و گوش میکند، قلب انسان تازه میشود. قلب انسان تازه میشود و انسان هر لحظه مواظب میشود که اللهی هست که او را توجه میکند، اللهی هست که مواظب اوست.
اللهی هست که او را مراقبت می کند، اللهی هست که او را می بیند. پس ای بیننده گرامی، این نکات را توجه بکن. نکته عقیدوی را هم بگیر، نکته اخلاقی را هم، هر دو را متوجه باش. و همچنین الله سبحانه و تعالی در سوره مبارکه بقره آیت 235 الله متعال می فرماید واعلموا، بدانید، آگاه باشید، ان الله یعلم ما فی انفسکم، الله متعال می داند آنچه که در وجود شماست. الله می داند. پس وقتی که چنین است، فاحذروا، خودتان را از مخالفت کردن در مقابل دستور الهی برحذر دارید. خودتان را باز دارید، مخالفت دستور الهی را نکنید. آنچه که مورد توجه ماست این است که الله سبحانه و تعالی میداند، الله متعال آگاه است، الله متعال حاضر است، الله متعال ناظر است بر آنچه که ما انجام میدهیم. واعلموا ان الله غفور حلیم، ولی از رحمت پروردگار ناامید نشوید. همین اللهی که شما را مشاهده می کند، همین اللهی که شما را نظارت می کند، همه عملکرد شما را می بیند، همین الله غفور هست، آمرزنده هست. اگر تا حالا گناهی انجام دادهی و الله را مراقب خود ندانسته ای، حالا توبه بکن، الله تو را می بخشد. الله حلیم است، بردبار هست. فالا این که اگر انسان همین که گناهی انجام داد، الله متعال قدرتش را دارد که در جا انسان را نابود کند، در جا عذاب را بر او بفرستد. ولی الله متعال سبحانه و تعالی صبر دارد، الله بردباری دارد. این نکته اخلاقی. نکته عقیدویش این است که الله سبحانه و تعالی، الله تبارک و تعالی میداند آنچه که در ما فی الضمیر خود نگه میداریم، در وجود خود نگه میداریم، الله میداند. ولی کسی دیگر چنین نیست. هیچ احد جز پروردگار متعال این چیز را ندارد. عجیب است که امروز شیخها و امروز ماشاءالله این افراد زیاد شدن که میگویند ما از قلب فرانی هم خبر داریم. نعوذ بالله. الله متعال میگوید نه، این منم که از قلبها آگاهم، این منم که از آنچه که در قلبهاست میدانم، این منم که ناظرم بر اعمال شما، هم در قلب شما هم در ظاهر عمل کرده شما. این هم آیاتی است که اشاره به این موضوع میکند. آیات دیگری هم در این مورد بینندگان عزیز وجود دارد و آیاتی که مبتدعین، آیاتی که اهل بدعت استفاده میکنند از آنها و میگویند که دیگران هم نعوذ بالله حاضر و ناظر هستند، آنها را هم ان شاء الله در برنامه آینده با آیاتی که بیشتر در این مورد اشاره میکند ان شاء الله توضیح خواهیم داد، اگر پروردگار سبحانه و تعالی برای ما عمر را باقی نگه بدارد. تا برنامه بعدی همه شما را به الله پاک بی همتا میسپارم. الله سبحانه و تعالی یار و مددگار همه من و شما باشد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.